فیلم سونیک 4 تو راهه و از همین الان خیلی از چیزا درباره این ماجراجویی جدید فاش شده. اما آیا واقعا میدونید این فیلم قراره چقدر فوق‌العاده باشه؟ تا همین اواخر نمیدونستیم که آیا اگمن یا همون دکتر روباتنیک برای فیلم 4 برمیگرده یا نه. مخصوصا بعد از اینکه در پایان سونیک 3 خودش رو فدا کرد و زمین رو نجات بده و یکی از احساسی ترین صحنه‌های کل فرانچایز رو رقم زد. با این حال با انتشار اولین تیزر تایید شد که جیم کری بازیگر افسانه‌ای دشمن اصلی سونیک قرار برگرده، اما نحوه بازگشتش هنوز یه رازه. آیا از اون انفجار بزرگ تو فضا جون سالم به در برده؟ البته ممکنه جیم کری در این فیلم حتی نسخه قبلی ایگمن رو بازی نکنه، بلکه یه نسخه جایگزین از این خط زمانی دیگه باشه که دنیا رو فتح کرده. در هر صورت ما تازه شروع کردیم. قراره هر چیزی که درباره سونیک 4 میدونم و بهتون بگم. پس پاپکورن هاتون رو بیارید و راحت بشید. امی روز یکی از چیزهایی که همه باید بدونن اینه که امی روز در این فیلم جدید به شدت مهمه. الان دیگه رسمیه که امی روز در مرکز توجهات قرار داره. تو تیزر جدید عکس 4 با رنگ صورتی که رنگ مخصوص امیه نشون داده میشه. در تیزر میبینیم که چکش امی دیواری رو میشکنه و چیزی شبیه به یه شکاف انرژی رو باز میکنه. به نظر میرسه چکش داره واقعیت رو میشکنه و پورتالی به یک زمان یا بعد دیگه باز میکنه. سونیک 4 قطعا با سفر در زمان یا جهانهای موازی سر و کار داره. بازگشت شادو یکی دیگه از شخصیت‌هایی که حضورش در این تولید جدید تایید شده شادو است. با اینکه به نظر میرسه تو فیلم قبلی جونش رو از دست داده، اما صحنه پس از تیتراژ نشون داد که این ضد قهرمان زنده است. البته ضد قهرمان که نمیشه گفت. حضورش تو تیزر سونیک 4 یعنی قطعا در این پروژه هست. راستی یادتونه گفتیم چطور ممکنه ایگمن از انفجار جون سالم به در برده باشه؟ این موضوع مستقیما میتونه به شادو ربط داشته باشه. شادو قدرت کنترل هرج و مرج داره و میتونه تلپورت کنه. کاملا ممکنه که قبل از انفجار دکتر روباتنیک رو با خودش تلپورت کرده باشه. شما بیشتر منتظر دیدن امی روز هستید یا بازگشت شادو؟ برامون کامنت کنید. متال سونیک در مورد شرور فیلم شکی نکنید که تهدید بزرگ این بار متال سونیکه. در بازی‌ها متال سونیک رباتیه که توسط ایگمن ساخته شده تا از سونیک قوی‌تر باشه، اما تو فیلم به جای یک ربات قراره با ارتشی از متال سونیکا روبرو بشه. متال سونیک میتونه دلیل بسیار جالبی برای بازگشت ایگمن باشه. در بازی سونیک هیروز متال سونیک با استفاده از توانایی‌هاش خودش رو به شکل خالقش یعنی ایگمن در میاره تا همه رو فریب بده. این میتونه یه پیچش داستانی فوق‌العاده برای فیلم باشه. تایید سونیک 5 فیلم بعدی سونیک برای مارس 2027 برنامه‌ریزی شده، اما باورتون میشه یه فیلم دیگه تو این دنیا از همین الان برای دسامبر 2028 در حال برنامه‌ریزیه؟ با توجه به فاصله کم اکران احتمال زیاده که این پروژه در واقع سونیک 5 یا حتی قسمت دوم سونیک 4 باشه. زمردهای آشوب یکی از مهمترین عناصر فرانچایز سونیک زمردهای آشوب. تو تیزر میبینیم که هر 7 زمرد حضور دارن. اگر فیلم درباره سفر در زمان یا جهانهای موازی باشه، این زمردها میتونن برای سفر در خطوط زمانی مختلف استفاده بشن یا شاید اصلا یکی از این زمردها داخل چکش امی جاسازی شده باشه. بازیگران جدید با ورود شخصیت‌های جدید، بازیگران جدیدی هم به تیم اضافه شدن. تایید شده که کریستن بل صداپیشه آنا در فروزن قرار صداپیشه امی روز باشه. بن هم به فیلم پیوستن، اما هنوز مشخص نیست چه نقشی رو قرار بازی کنه. فیلم برداری این فیلم رسما شروع شده. جف فابر کارگردان فیلم عکس با چکش امی رو منتشر کرده تا این خبر رو اعلام کنه. تاریخ اکران هم 19 مارس 2027. تیزرها نشون میده که به زودی خبرهای بیشتری میشنویم. از تماشای ویدیو ممنونم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. البته سابسکرایب فراموش نشه.